تو فقط میخواد بکنی اونه. آره سیر بکنش الانگان براش میخواد یه کلیت میخواد. الان خیلی سخته. این اونم میپوسه، این اونم میپوسه. باید چی داشته باشه. یک سال باشش یکی رو بیار انتخاب. نو همه خودشون همه فنهری. آره 5 تا دوست دختر داشته. سیر بکنش. خداحافظ شما. دیدم خاک بر سره. بزرگترین دشمن بشریت زن است. من شما دوست دارم. خوشم اومده. شما نظرتان چیه؟ همینه. روی که خدا وکیل والله نتیجه میگیریم. ما اینجا میبینیم. زر بر سر فولاد نهی نرم میشه. سلام برادرزین پارسای برادرزم، ماهانه برادرزم محمد برادرزم. بگو اینجا یه محتوایی بسازیم دیوانه وار. پراتون قراره بریزه که چه اتفاقی قراره. اومدیم یه پارکی که پیرمرد خیزه خیلی زیاد دارن. آره تا صبح یه سوال خفن میخوایم بپرسیم. چه سوالی؟ میخوایم ازشون بپرسیم چه جوری مخ بزنیم. با ما باشید دیگه، این ویدیو خیلی قراره جنجالی باشه. پس بچه‌ها بریم شروع کنیم از اون پیرمرد. شیطنت‌های برادرز رو قراره واسهتون به نمایش بذاریم. بچه‌ها پیرمرد حاج آقا سلام عرض. سلام خوب هستی شما؟ ببخشید مزاحمتون میشم. میتونم یه 5 دقیقه باهاتون صحبت کنم؟ ما جوونا از یه دختری خوشمون بیاد چجوری باید بریم جلو مخشو بزنیم باهاش آشناشیم؟ مخ زدن نمیخواد خودش مخ میگه. ببین اگه دارا باشی سارا خودش میاد دنباله. به موجودی که به نام زن ایمان نیار. بزرگترین دشمن بشریت زن است. با مخش بزنی چیکار کنی؟ باش زندگی کنی یا نه؟ اگه بریم قهوه بخوریم، بریم نسکافه بخوریم. بعضیا الان میخوان کاسبی میکنن. مردانم برو جلو. آقا جان ولی فلان چیزی بخره واسه نم ارتباط باش برقرار کنیم که انشالله درست بشه. یعنی که میگید هدیه براش بگیرم، طلا براش بخرم. چند سال داری؟ من 26 سالم. الان موقعشه. یه سالم وقت داری، بعد یه سال پیر پسر میشی. واقعا بابا بری جلو با دست خالی نمیشه. آره نمیشه. حقیقت موخ این بچه رو میخوام بزنیم. میخوام هدف ما این است به این خیانت کنیم، ولش کنیم. این خدا نکرده برای آدم خیر نمیاره. آقا چی کاره؟ مجازی بیاریم. تو مجازی پیدا نمیشه. خواهی من ببینی باید سر رام بشینی. اوه این قشنگ. سلام خانم. اگر شما کسی در نظر ندارید نامزد ندارید من حاضرم که در خدمت شما باشم. علاقه من تصمیم شما. یه کادو شیکی براش بخره کادو بی مقدمه کادو. قلبش جای دیگه نباشه، کسی دیگه نباشه، خود به خود میاد طرفت. یه جوان هم ظاهر داشته باشه. روم نمیشه برم باش صحبت کنم. سیر بکنش. خداحافظ شما. این یه واقعیتی است. باید چی داشته باشه. خواهرتو بفرست، مادرتو بفرست، بگو با این خانم صحبت کنی. اول آره. خانه‌شون یاد بگیری. خب خانه‌شون بفهمی. مزاحم هم نشی، هرچی هم نفهمه. یه شاخه گل. آره کتاب ریاضی فلان میسر نم جزوه بگیریم بریم. بارکالله. همه دخترها الان دنبال یه جوان سالم میگه. یه جوان سالم پیدا نمیشه. پاک باشه. شهوانی نباشه. عروس شهوت نباشه. محبت باشه. باشه. کپونی یعنی چی؟ اون این تو خیابون پیدا کردن. آخه میگن اونی که تو خیابون پیدا شه تو خیابون هم از دستش میدی. آفرین. کم کم یه بار که نمیشه، کم کم آشنا میشه اون موقع رو باز بشه میگی بیا. من شما دوست دارم. خوشم اومده. شما نظرتان چیه؟ همینه. دل براتون نرم شود. بله. از خانه برون آید بی شرم شود. بله. زاری مگو، زور مگو، زر بفرست. زر بر سر فولاد نهی نرم شود. 5 تا دوست دختر داشته. آقا اولین برخورد به قدم این است مثلا بریم یه قهوه بخوریم. یه قهوه من مثلا 5 دقیقه نیم ساعت با شما دوست دارم صحبت کنم. هرچی این آقا میگه درسته. این 10 دفعه عاشق شده. هنوزم که هست فکرشون دارم جدا میگم. مجازی بیاد باید نشان بدون بابا دختر. رقیه بزنیم چی شده. سیر بکنش الانگان براش میخواد یک کلیت انتخاب. یک سال باشش یکی رو بیار انتخاب. نو همه خودشون همه فنهری. آره برو جلو ازش خواستگاری کن بگو من با پدر مادرم
همین برام بهش پیشنهاد ازدواج بدم. پیشنهاد یعنی ازدواج بده بعد آخه حاجی ببینید ما این تاریخ میایم. الان خیلی سخته. همون سختیشو الان می‌خواستم ببینم پسر چرا سالم دختر سالم کم پیدا میشه. کم پیدا میشه. یه برخوردی، دو برخورد، سه برخورد، بالاخره یه سلام به وجود میاد. میگم بعضیا میان اینجا میشینن آره داخل مردم این اونم میپوسه این اونم میپوسه. میخوام با تو زندگی کنم، این بقیه امور رو میخوام با تو طی کنم. آیا تو راضی هستی؟ ما این چیزا نبود. بله. لات و لوتا جوانا رو نصیحت میکردن، میگفتن دنبال کار زشت نرید، مخصوصا به دختر مردم، به ناموس مردم نگاه نکنید. حرمتی بود قدیم، الان حرمت ها رفته. قانون سنگین بودن است. کاری نی سرکاری. نه والا چه سرکاری. بعدن دخترها الان با اکثرا زبانش هم میشه به این درازی. تو خانوادهشون سختی کشیدن، کمبود داشتن، میان شوهر میکنن، میخوان اون کمبودهای خونه پدریشون اینجا جبران کنن. بعد نیستی خوبی تو اینا اونم انچه نیست میکنه ما رو لول باشن در این موقعیت. اصلا اون دختری که خودش تعصب داشته باشه، خدا ترس باشه، هیچ موقع به شما راه نمیده. بله. سراغ ساز نشون نمیده. دختر خوب رو هوا میبرن، پسر خوبم دنبال دختر خوب میگرده، دختر خوبم دنبال پسر خوب میگرده، با تیر میزنه. اگر مسکنی هم داشته باشی، حالا یا از پدری یا خودت فلان، هیچ دختری نیازی نیست مخشه بزنه، خودش هم آماده میاد. الان یا دخترم زیاد، تو فقط میخواد بکنی اونه. آره این است که شما الان موقعیتش نداری. آره یعنی میگی دخترها رو بیخیال شن؟ خیال که ببین گفتم بشه بیخیالی هم الان یه چیزی همینجوری نمیشه پیش جلو بری. تا زندگی میکردن با هم خوب بودن، چون میدن با هم خوب، چون جدا بودن. آره با هم با زندگی میکردن. گفتم 3 تا بچه داره، گفتم خاک بستره. خیلی دقت کنی پسر، سرنوشت الکی نیست. بچه‌ها به عنوان ناهار چای نبات گرفتیم با کیک بخوریم بین راهی. بعد کیکشو خوردیم. کیک نیست، الان برای چای من آخرشه. هم قیمتی کوبیده شد. چطور ممکنه؟ لعنت به این زندگی. پس بیاید بریم پیرمرد رو خف کنیم. بریم ادامه ویدیو. آره بریم. چی میگه این؟ جناب نکن. تشنجی. قدیما میگفتن قدیما بله اون تاریخ نویسای ما بله میگفتن که من بین خوبان شما رو انتخاب کردم. یه حرفیه برخورد با یه نفر متوجه میشی تو چنته اون چیه. از اول آباد اینطور صاف ساده بود، دروغ نگی. بگی من این هستم که هستم. جریان آشنایی ما با طرفین ما قدیم بود، سبک قدیم ما عمل می، سبک جدید نمیدونیم. ما اینجا میبینیم. آره اینجا که زیاد خیابان واسطه بودم، بعد تپاس غلام این حقیقت است. دور جمعت دربای مادرم اصلا دور دیدم تو خیابان سبا واسطه بودم، نه تو کوچه نایفتر. این بنده خدا می آمد، همین من اون دیدم پاهم باستاد بلرد، اونم من دید فقط باید خانه قلچام اشتباهی من خانه همون. صحبت کن بگو من اینه دارم تو اخلاق چیه، چجوری با من میسازی. شاخه گل سلام، شاخه گل هدیه کردم برای شما. نه که گارد میگیرن دیگه نزدیکی نمیدن، اونا دارن پیدا کردم. بالاخره بیگدار رو آب نزن. بیگدار. ممنون، متشکرم. تنهایی میره، نامه رو بنویس بنداز جلوی پا. چشم مرسی. فقط پرده شرم حیات پاره کن روی که خدا وکیل والله نتیجه میگیریم. همینجا میای من میگی شما درست گفتی، این مستقیم با خودش بده، ازم با هیچ رفیقی میفیدین بهترین راه همین. برو که موفق باشی، نفس من حق است قبول کنید. متشکرم مرسی. خانه ای که رفتی خواستگاری، اگه پدر دختر حرف زد اون خانه حاکمیت داره، مادر دختر حرف زد اون خانه در آبیده. شما فعلا دوربین ردش کنید. دوربین چی؟
خب چطور بود تا الان؟ رفتیم یه خورده پیرمرد اذیت کردیم حاجی. بچه‌ها چیز جالب اینه اکثر پیرمردا بهشون میگیم مخ بزنی فکر می‌کنن قصد ازدواجه. آخه میدونی چیه اینا مثلا اون سالا مخ میزنن که ازدواج کنن. حالا ازدواج میکردن که هیچ خودشون نکردن، خانواده هاشون رو فرستادن جلو. جواب اکثرشون هم 90%شون، حالا همه رو نمیتونم بذارم تو ویدیو، ولی این بود که خواهر مادرت بفرست. خواهر مادرت بفرست برات زن بگیره. ولی اکثرا فکر سنتی. خب بنده خودم تو همون سنده بزشم، ولی نصیحت‌های خوبی هم بهمون کردن. دهه 20 دهه 30 اینا آره قشنگ پیر بودن و برید ببینید که دیدن. آره دیدید دیگه. الان تا اینجا ما رو دارید می‌بینید، اونا رو دیدید که ما رو هم دارید می‌بینید. لایک رو بزنید دیگه بچه‌ها، ما داریم زحمت می‌کشیم. کامنت قطب شمال هم می‌خوایم بریم. هر سابسکرایب شما خیلی سر. هر سابسکرایب شما 100 متره. خب می‌خوایم بریم قطب شمال رو بهتره کنیم. هر روز ولاگش هم براتون میذاریم، شهر به شهر، کشور به کشور، دستشویی به دستشویی، همه رو براتون میذارم. قراره واقعا مسیرمون وقتی آره دیگه مسیر رو یعنی کامل. بعد می‌خوام بریم قطب شمال جوج بزنیم و یعنی میتره کنه این. خدا رو شکر. مراقب خودتون باشید دیگه بچه‌ها. این ویدیو رو ببینید که چجوری مخ دخترا رو بزنیم از زبون پیرمردا. بوس فرستادی بیام لیر بوس کنم تو ویدیو. اومدی بزنیم جلو.